آدمی را گر خدا آرد نخست، آدمیت را کند مادر درست. مادری فرخنده شاگردی خداست، استادی درگاهی کبریاست. در این شب و روزای بهاری پیش از همه به مادران و خواهران و بانوان عزیز با کمال صمیمیت فرارسی این عید فرخنده را به همه شما مبارکباد میگوییم. روزی مادر به همه شما فرخنده باد و به شما در این روزها تمام خوشی ها و موفقیت ها را خواهانیم و بگذار همیشه عمرتان دراز، رزق فراز، بخت و سعادت، فیض و برکت و تمام خوشای زندگی را برای شما تمنا داریم. بگذار شما بانوان و خواهران عزیز در زندگی شاد و خرم و چون گلهای بهاری شکوفان و پرتراوت باشید. طور بینندگان عزیز شما میدانید ما ماه قبل یک آزمونی را با نام اندر ثنای مادر دایر نموده بودیم و در این آزمون بسیاری ها اشتراک کردند و یک برخی از آنها که به طلبات آزمونی ما جوابگو نبودند ما آنها را راه ندادیم و در این میان ما طور اشاره نموده بودیم یعنی 6 جای انتخاب کرده بودیم، 2 جای اول، 2 جای دوم و 2 جای سوم در بخش نظم و نثر. و به سهم شما برسانم که شریک لاهی این آزمون بودن شرکت دوستی فارم و همچنین سوپرمارکت یاور که با ما همکاری کردن و ما در یک جایگی این آزمون را دایر نمودیم و امروز جنبستی آن را برای شما پیشکش میکنیم. از بس که برخی از حکمان ما راضی نشدند که ما نام آنها را و آنها اینجا نشینند و خواستیم که ما خودمان غالبان را حالا برای شما معرفی کنیم و همان مبلغ و تحفه هایی که ما برای آنها آماده نمودیم می سپاریم. یعنی در بخش نثر جای اول نصیبی مقدس حامد جان و گردید، سزاواری جای دوم گشتن نعیم جان میرزا بوبویف و جای سوم نصیبی امید جان امانی گردید در بخش نثر. در بخش نظم باشد جای اول سزاواری خواهرچه ما پریوش ریزا، جای دوم دادرک ما رامیز استازاده و جای سوم نصیبی محمد جان قاسمی گردید. به همه شما این غالبیت را مبارکباد میگویم و به سهم همه شما رسانیم عزیزان دل که ما تحفه ها را به غالبان آزمون خودمان میرسانیم و آنهایی که در شهر دوشنبه هستند می توانند به رقم 902 55 02 90 تماس گرفته آمده تحفه های خود را بگیرند. باوری کامل داریم که در آزمون ها و عموما برنامه های من بعدی مرکز خیرات را در یوتیوب پیگیری میکنید و همه شما برای رو کامیابی میخواهیم و بهار به همه شما و در سیمای شما به همه مادران عزیز کشور مبارک و فرخنده باد. با مرکز خیرات بمانید.